سلام به شما عزیزای دل، دوستان گرامی. روی صحبتم با دبیرا و کسایی که قرار ویدیوهای آموزشی ضبط کنن. شمایی که دوست دارید ویدیو آموزشی ضبط کنید، دوست دارید تولید محتوا داشته باشید، یه نرم افزار خیلی خوب میخوام بهتون معرفی کنم که خیلی کاربردی و سبکه. یعنی نیازی نیست خیلی سیستم سنگینی داشته باشید یا کانفیگ خیلی بالایی داشته باشه و کلی هزینه بکنید. با یه سیستم معمولی، با یه لپتاپ معمولی هم میتونید از امکاناتش بهره مند بشید و استفاده بکنید و خیلی باحال و رابطه کاربری خیلی راحتی داره. یعنی اگه قرار باشه یه ویدیو آموزشی ضبط بکنید، یه تدریسی داشته باشید، خیلی راحت میتونید از این نرم افزار استفاده کنید و اگر لپتاپی داشته باشید که مثل لپتاپ من مجهز دوربین باشه و یه وبکم داشته باشه، میتونید تصویرتون هم ضبط کنه و تصویرتون هم داشته باشید. بریم داخل نرم افزار که بهتون یاد بدم چی کار باید بکنید. نرم افزاری که میخوایم باش کار بکنیم کمتاسی 2019. این خیلی مهمه که ورژنش 2019 باشه، چون ورژن‌های بالاتر هم سنگین ترن، همین که یه خورده لگ دارن روی سیستم‌های ما، ولی 2019 خیلی خوب کار میکنه. کمتاسی 2019 رو از سایت soft98.ir دانلود کنید و نصب بکنید. اول که نرم افزار میاد بالا، یه پنجره ویلکام اسکرین میاد که شما روی نیو پروژکت یا نیو رکوردینگ کلیک میکنید. برای اینکه راحت تر باشید روی نیو رکوردینگ کلیک بکنید. وقتی رکورد جدید رو میزنید، این پنجره برای شما باز میشه که اینجا شما باید دیمیشن یا اون رزولوشنی که دارید، محدوده‌ای که میخواید رکورد بکنید و مشخص کنید که با یک کادر مشخص شده، یا اینکه مثلا دکمه بغلش فول اسکرین رو بزنید که تمام صفحه ضبط بکنه. من الان تمام صفحه دارم ضبط میکنم، فول اسکرین زدم و بعد دکمه رکورد رو میزنید، یه پنجره میاد 3 2 1 و محو میشه همه چی و دور کادرتون شروع میکنه یه حاشیه هایی سبز و سفید شدن. یعنی اینکه داره الان این صفحه‌ای که شما دارید میبینید داره ضبط میشه و اسکرین رکورد میشه. اینجا من کامرا رو توی رکوردر فعال کردم. اینجا یک بخش کامرایی وجود داره که وقتی روش کلیک میکنید، اگه دور اینجا میاد توی این لیست و روش کلیک میکنید و این دوربین فعال میشه. اینجا دوریشن، زمانی که داره ضبط میشه رو به شما نشون میده. اینجا آدیو میتر صدا رو نشون میده و بلندی صدا رو میتونید اینجا تنظیم کنید برای صدایی که داره ضبط میکنه و تو بخش کامرا میتونید پیشنمایش تصویر خودتون رو ببینید. توی داکیومنت یعنی درایو سی داکیومنتتون یه دونه فولدر درست میشه به اسم کمتاسیا و اونجا ذخیره میکنه. من الان مسیرش رو بهتون نشون بدم. توی بخش ویندوز 10 اگر داشته باشین از اینجا دسترسی دارید. داکیومنت کمتاسیا رو که باز کنید، اینجا فایل‌ها ذخیره میشن. پسوند فایلاشون تیرک هستش و با یه آیکون قرمز نمایش داده میشن. این هم از محل ذخیره سازی فایلش. شما به این نرم افزار خوب احتیاج دارید برای اینکه بتونید فایلاتون رو، اسلایداتون رو پرزنت بکنید و روی اونها تدریس داشته باشید. بهترین نرم افزاری که برای این کار هستش و کرک میشه و رایگانه و میتونیم ازش استفاده کنیم و کلی امکانات بهمون میده، PDF آنوتاتور هستش. الان یه دونه اسلایدی رو آماده کردم و میخوام شروع کنم ضبط کردن. اینو باز میکنم توی این نرم افزار. PDF آنوتاتور وقتی که باز میشه کلی امکانات به شما میده که شما میتونید نوشتن داشته باشید، میتونید مثلا اشکال بیارید، میتونید فرمول بیارید و میتونید مثلا یه بخشایی رو ادیتای گرافیکی بزنید. کار این شکلی میکنه و رو PDF خیلی خوب کار میکنه. یعنی یه فایل PDF اگه داشته باشید کلی میتونید روش کار بکنید. نرم افزار الان داره باز میشه. یه نکته هم توجه کنید، وقتی که داریم رکورد میکنیم، خب به خاطر اینکه یه پروسسی رو داره سیستم میگیره، ممکن رو سیستمایی که مثل برای من کنده یه مقداری کلا برنامه هاتون دیر باز بشه. این هستش. من دارم با یه سیستم کند کار میکنم که خیلی راحت بتونم بهتون نشون بدم که با این نرم افزار میشه خیلی راحت کار کنید. ببین الان اسلاید من باز شد. کاری که من میکنم اینه که میام اینو فول اسکرینش میکنم. از اینجا من میام ویو و میگم فول اسکرین. خب الان پنجره من فول اسکرین شد و این هم اسلاید منه. حالا من میخوام اینجا مثلا یه تدریسی رو داشته باشم. فرض کنید که اینجا میگم مثلا این قسمت برای من مهمه، اینجا مثلا یه چیزایی مینویسم، اینجا مثلا یه حالا اینو خط میکشم و اینجا مثلا
نوشتن هایی که دارم روی این تدریس کردم و نوشتم. کاری که میکنم توی این نرم افزار، من الان نمیخوام نرم افزار PDF آنوتاتور رو بهتون آموزش بدم، من میخوام نرم افزار کمتاسی ها رو آموزش بدم که یاد بگیرین چجوری رکورد کنیم. اکثر دبیرها و کسایی که دارن کار آموزشی میکنن با این نرم افزار PDF آنوتاتور خوب کار میکنن، ولی بازم اگر خواستین میتونید توتوریالاش رو تو اینترنت ببینید، بزنید آموزش نرم افزار PDF آنوتاتور، کامل بهتون ویدیوهای مختلفی میاد که آموزش میده و میتونید ببینید. ولی الان توی کمتاسی‌ها حالا من این بخش رو انجام دادم، مثلا نوشتم و تصویرم هم داره با وب کمم ضبط میشه، این بخش رو انجام دادم. کاری که میکنم میخوام اینو ادیتش بکنم. اینجا بعد از اینکه تموم شد کارم، این استاپ رو روی ضبط میزنم، یعنی اینجا دیگه میگم استاپ بکنم، به ضبطم متوقعا تدریسم تموم شده، میخوام استاپ بزنم. استاپ رو میزنم و منتظر میمونم تا نرم افزار لود بشه. اتفاقی که میفته اینه که خود نرم افزار لود میشه و شروع میکنه بالا اومدن توی خود کمتاسی یا فایلی که من انجام دادم و رکورد کردم و باز میکنه. خب بعد از اینکه فایل باز میشه به این شکل نمایش داده میشه. ببینید الان این لایه بالا ویدیوی ضبط شده است و این لایه پایین اسکرین رکوردره. یه توضیح کلی راجع به نرم افزار بهتون بدم. از بالا شروع میکنم میام پایین. این قسمت منو بار هستش که شما میتونید منوی مختلف نرم افزار رو ببینید و حالا هر کدوم یه کاربردی داره که بهتون میگم. به جز این منو شما تو تول بارا هم به اینا دسترسی دارید، برای همین من دارم دونه دونه میرم جلو. بعد این قسمت مدیا بین هستش که تمام فایل های صوتی و تصویری که وارد نرم افزار میکنید اینجا میاد و این قسمت لایبراری یه سری گزینه ها داره که شما میتونید ازشون استفاده کنید. اینجا مثلا شما وقتی اینو باز میکنید میذارید روی کمتاسی 2019، ببینید اینجا رو حالت پیش‌فرض دیفالتش اینه، این وقتی باز میکنید برای اولین بار اینو نشون میده. شما از این قسمت لایبراری دیفالت رو باز کنید، تغییر بدید به کمتاسی 2019. اینجا برای شما یه سری فولدر نمایش میده. مثلا روی آیکون وقتی من کلیک بکنم یه سری آیکون‌های پیش‌فرض به من میده که هر کدوم اینا رو دوبارش کلیک بکنم میتونم ببینم. میبینید اینا آیکونایی هستن که وکتور موشنایی هستن که خیلی کاربردی ان. این آیکونایی که پیش‌فرض داره و من میتونم از اینا استفاده بکنم. آنوتیشن اینجا یه سری ابزار به ما میده که ما میتونیم روی ویدیو متن بذاریم و اینجا بتونیم مثلا یه متن فارسی داشته باشیم. مثلا ببینید من الان میام اینو انتخاب میکنم، فقط کافیه دوبار روش کلیک بکنم، این اینجا اضافه میشه و اینجا یه ترک اضافه میشه و این اینجا میاد که باز اینجا میتونم دوریشنش رو تنظیم کنم، مثلا بزرگترش بکنم یا کوچیکترش بکنم. بعد اینجا توی این قسمت دوبار کلیک میکنم و یه متن فارسی مینویسم. مثلا مینویسم به کلاس خوش آمدید. ببینید من نوشتم، حالا اینجا میخوام اینو ادیت کنم. ببینید خیلی راحت ادیت کردن این بخش. شما فقط کافی این پنجره پراپرتیس رو اینجا بزنید و این اضافه میشه آپشنش. از این قسمت فونتش رو میتونید تغییر بدید، فونت رو باز میشه. من میام مثلا یه فونت دیگر رو انتخاب میکنم، مثلا اینو بزنیم. خیلی خوب. بعد اینجا میتونید رنگ متنتون رو انتخاب کنید که من مثلا رنگ متنم رو میذارم مثلا این رنگ. بعد اینجا هم که حالا سایزش و پاراگرافش رو اینجا میتونید چپ راست وسط چین بودنش و راست چین بودنش رو مشخص کنید. این قسمت هم نوع وزن فونت رو مشخص میکنید، اینجا هم که سایز فونت رو مشخص میکنید و من حالا به خاطر اینکه این کامل بشه اینو میکشم اینجوری که این کامل بشه. میام توی این قسمت اینجا میتونم اسکیل رو بالا پایین کنم، اپاسیتیش رو کم و زیاد کنم، کلش رو ببینید. حالا روتیشن و پوزیشن رو تغییر بدم. اما این بخش که آنوتیشن پراپرتیز هستش، اینجا من میتونم رنگ این شیپ هم رو تغییر بدم.
مثلا اینجا میتونم کلیک کنم، رنگ شیپ همو بگم مثلا این رنگی کن، ببینید قشنگتر میشه چقدر. و اینکه حالا اینجا مثلا اوتلاین بهش بده یا نده، یعنی خطای کناره ها رو بهش بده یا نده. اگه من اینو اینجا زیاد بکنم این ترک نیستش رو، ببینید خطا بیشتر و بیشتر میشه. اگر صفر بکنم خط کاملا محو میشه که من میخوام صفر باشه. بعد اینو حالا میتونم هر جایی که خواستم تو ویدیوم استفاده کنم، راحت هر جایی خواستم کوچیک و بزرگش بکنم و به همین راحتی استفاده کنم ازش. حالا برای اینکه جذاب ترش بکنیم میتونیم بهش انیمیت بدیم، اینم خیلی باحاله. ببینید میاد توی این قسمت، میاد توی این بخش بیهیویرز، اینجا کلیک میکنید، اینجا ببینید رو هر کدوم این پنجره ها بیاین افکت های مختلفی رو بهتون نشون میده که این کاراکتر به کاراکتر میتونه این متن رو بیاره. حالا یا نه اینا رو انتخاب میکنیم، فرض کنید مثلا من اینو انتخاب میکنم، فقط کافیه که اینو درگ کنم بندازمش روی این کلیپ هم، الان روش اعمال شد. حالا ببینید وقتی من پریویوشو میزنم، ببینید دیدین این با اون حالت اومد، ببینید به این حالت اومد و میتونه با اون حالت هم بره. اینم از متن. حالا این متن رو من فعلا دیلیتش میکنم چون کاری باهاش ندارم. حالا میخوام اینجا روی این پنجره کار کنم که تایملاین هستش. اینجا توی این پنجره تایملاین من میتونم بیام روی این کلیک بکنم و اینجا بخوام اول ویدیومو مثلا بزرگ کنم، میگم اول ویدیو من تصویرم فول اسکرین باشه، اینم بذارم مثلا مرکز، یه سلام علیکم خوشوبشی بکنم، بعد مثلا برم توی تدریسم. اینی که باید انجام بدیم اینی که حواسمون به ورودی و خروجیمون باشه، یعنی ابعادی رو که تعریف میکنیم اول کار تعریف بکنیم، چون ممکنه شما مانیتورتون مثلا خیلی واید باشه، تصویر خیلی واید رو فول اسکرین گرفته باشه، یا تصویرتون خیلی مثلا بسته باشه، مثلا مانیتورهای 3x4 قدیمی باشه و باز این تناسب فرق بکنه. این رکورد بسته به رزولوشن مانیتور شما داره یا دیوایسی که دارید باش کار میکنید داره. برای همین اینجا وقتی پروژه رو شروع میکنیم ادیت کردن، حتما بیاید توی این قسمت فایل، پروژکت ستینگ و اینجا ببینید نوشته کاستوم، یه رزولوشنی که برای اساس رزولوشن مانیتور هستش داره تعریف میکنه، رو اون رزولوشن ضبط شده. شما اینو میزنید دیمیشنز رو و اینو میذارید HD که متداول ترینه، ببینید 720 PHD. من رو این کلیک میکنم و دیگه به بقیه تنظیمات دست نمیزنم، اینو اوکی میکنم، اپلای میزنم، تمام. حالا ببینید الان ویدیوی من آماده است، توی این ابعاد استاندارد داره به من ویدیو میده. الان سلام علیکم باشه، بعد تصویرم کوچیک بشه، برم روی اسلاید. فرض کنید الان من اینجا جایی که صحبت کردم، ببینید هر کدوم این لایه ها رو میتونید با این چشمی که روش هست بزنید، دیزیبلش کنید، خاموشی رو روشنش کنید. من خاموش میکنم که بفهمم کجایی کنم. الان فرض کنید اینجا من یه سری توضیحات دادم که اصلا کار به دردم نمیخوره. مثلا اینجا اومدم روی اسلاید، حالا که اومدم روی اسلاید میخوام مثلا شروع کنم به تدریس کردن و صحبت کردن. اینجا که اومدم روی اسلاید میتونم بیام اینا رو انتخاب کنم، این قسمت رو انتخاب کنم، فایل بالایی من بیارم انتخاب کنم و از اینجا به بعدش رو لازم دارم، مثلا این دوتا رو انتخاب میکنم، حرف اس رو که بزنم اینا رو کات میزنه، این تیکه رو برش میزنه. من میگم مثلا اینجا این تیکه هم لازم ندارم، اینجا هم میخوام، دوباره روش اس رو میزنم و این تیکه رو میام مثلا تیکه که نمیخوام انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم. بعد این دوتا رو انتخاب میکنم، دوباره میارم میچسبونم اینجا. اینجوری شما میتونید اینا رو ادیت کنید و جاهایی که پرت و نمیخواید و حالا توپقی زدید، اشتباهی داشتید و اینا، اینجوری حذفش بکنید و اینا رو بچسبونید به هم که ویدیوتون یه نواخت و خوب بشه. بعد کاری که باید بکنم اینه، من اینجا میخوام که این تصویر کوچیک بشه، بیاد روی اسلاید، شروع ویدیوم از اینجا باشه، اینا رو دیلیت میکنم، اینا رو میارم اول میچسبونم که اینجا شروع بشه. حالا اینجا که هستم میخوام کوچیک بشه تصویرم، بعد سلام علیکم بره روی
توضیحاتی که رو در اسلایدم دارم میدم. اینجا توی قسمت انیمیشن میام، ببینید انیمیشن، توی قسمت انیمیشن میرم روی انیمیشنز، اینجا یه کاستوم داره، این کاستوم رو میگیرم درگ دارم اینجا روی نقطه پایانیش میاد، روی پیش‌فرض دیفالتش. ببینید یه فلشی میاد که 2 تا نقطه داره، یه به یه سمت داره یه میره. ببینید یه پیکانه که از یه نقطه کوچیک اینجا داره، یه نقطه درشت اینجا داره. روی نقطه درشت میام و میگم که این تصویر بیاد برسه مثلا به این. ببینید اون نقطه کوچیک شروع، نقطه درشت پایانه. من میخوام برسم به این، میگم تصویرم مثلا بیاد اینجا قرار بگیره این شکلی و من روی این تدریسم باشه مثلا. بعد چه اتفاقی میفته؟ نقطه شروع هم تصویرم بزرگه. وقتی پلی میکنم دیدین؟ ببینید خیلی شیک با موشن آروم کوچیک میشه میره پایین و اینجایی که هست قرار میگه. حالا من میخوام به این ور بدم، این ور میذارم، بالا باشه پایین باشه، هر جا بخوام اینو بذارم. کاری دیگه ای که باید بکنم اینه که اینا رو مرتب کنم. ببین من اینو مثلا اینجوری مرتبش میکنم که هیچ ابزاری جعب ابزاری دیده نشه و اسلاید شیک و تمیز داشته باشم. الان یه اسلاید تمیز دارم روش توضیح میدم و تدریس میکنم و تصویر خودم هم هست. حالا اگر وبکم نداشتیم و تصویر خودمونم نبود هیچ اشکالی نداره، شما فرض کنید تصویری نیست، فقط اینه و صدامون دیگه. حالا هر جایی که توافق داشتیم خواستیم اصلاحش بکنیم انتخاب میکنیم، اسو میزنیم، برش میزنیم، حذف میکنیم و اون 2 تا کلیپی که داریم رو با هم میچسبونیم و اینجوری میریم جلو. این الان ادیت شد، اینا رو هم گذاشتم و اومدم جلو. کاری که باید بکنم اینه که بعد از اینکه این ضبط تموم شد و حالا ادیت هم کردم خروجی بگیرم ازش و این فایلی که ادیت شده و من انجام دادم و خروجی بگیرم. الان فرض کنید من اینجا صحبتم تموم شد، تدریسم تموم شد، میخوام تصویر خودم دوباره بیارم فول اسکرین بالا که تصویر خودم دیده بشه و با تصویر خودم مثلا تموم بشه ویدیو. دوباره میام اینجا روی انیمیشن، اینو میگیرم میذارم اینجا، روی نقطه بزرگتر قرار میگیرم، روی این کلیک میکنم. ببینید نقطه باید قرمز بشه، این نکته مهمیه که این قرمز باشه. قرمز باشه یعنی درسته سلکتمون. بعد این دوباره تمام صفحش میکنم و جاشو تنظیم میکنم که سرم خارج از قاب نره. باز دوباره الان اگه برگردم و ببینم، ببینید چطوری شد. میشه این بخشو انجام دادم. کاری که میکنم تمام. و الان من یه دوباره ویدیو فول اسکرین دارم، خداحافظی میکنم و تای ویدیومو میبندم. برای اینکه خوشگل ترش بکنم میتونم اسمم هم اینجا زیرنویس کنم که اینم از این طریق دوباره اینجا توی این بخش لایبرری، اینجا توی لاور تریتس و فرقی نمیکنه کدوم، یه دونه اینا رو حالا مثلا میارم اینجا میذارم این شکلی و اینجا میتونم اسمو تغییر بدم. روی این دوبار کلیک کنم این شکلی و این متن رو تغییر بدم، اسم خودم رو بنویسم به همین راحتی. فونت هم که میتونم اونجا تغییر بدم و دیگه ابعاد و اندازه ها رو هم باز همینطور روی مثبتی که کلیک کنم لایه های در ولی خب من رو همین متن هم که کلیک کنم میاد. اینجا میتونم متن رو تغییر بدم فونتش رو. بعد مثلا من همینجوری دارم میزنم فونتی که نزدیک تره بهم. بعد اینجا الاینمنتش رو تغییر بدم، بگم مثلا بذاری سنتر و بعد میتونم اندازه متنم رو اینجوری مثلا بزرگتر بکنم. تمام. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینطوری میشه که میبینید. کاری که میکنم میخوام اینو ادیتش بکنم.
اینجا بعد از اینکه تموم شد کارم، این استوپو دیدین چقدر بهتر شد. اینجا زیرنویس اسممو گذاشتم و تمام. حالا ویدیوم ادیت شده، تموم شده، دیگه کاری نداره. من کردم پلن اضافه رو همه رو حذف کردم. کاری که باید میکنم این که از این خروجی بگیرم. میاد برای خروجی گرفتن روی این قسمت شیر کلیک میکنید. اولین گزینه لوکال فایل رو میزنید. اینجا پنجره باز میشه که سری تنظیمات داره. اگر روی همین کاستوم پروداکشن ستینگ باشید، دقیقاً با همون رزولوشنی که پروژه رو ایجاد کردید به شما خروجی میده. این که میتونید اینجا رزولوشن تعیین کنید و بگید با چه رزولوشنی بهتون خروجی بده. نکست رو میزنید. اینجا بهتون میگه که فرمت ویدیویی که میخواید چه فرمتی میخواید باشه. اصلا آدیوشو فقط نیاز دارین یا ویدیوشو میخواید. دیفالت ریکامندش روی MP4 اسمارت پلیره که ما رو همین میذاریم چون MP4 توی تمام پلتفرم‌های دنیا پخش میشه. بعد نکست رو میزنیم. اینجا تنظیمات کنترلرش رو داره که توصیهم اینه که این تیک رو وردارید چون اصلا ما به این نیازی نداریم. اینجا سایز ویدیو هستش، اینجا ویدیو ستینگ هستش. این تب خیلی مهمه. اینجا هر چقدر که این عدده درصد بالاتری داشته باشه ویدیوی ما با کیفیت تره و حجیم تر و هر چقدر که این رو به پایین تر باشه این عدد ویدیوی ما کوچیک‌تر سایزش و کیفیتش پایین تر. یه خروجی مناسبی که هم کیفیت خوب داشته باشه و هم حجمش خیلی نباشه که راحت بتونیم آپلود دانلود بکنیم یا انتقال بدیم توی اینترنت روی کیفیت 32% یا 33% معمولا. البته من 32% ممکنه خیلی شطرنجی بشه یه مقدار تو بعضی از تصاویر، من همین مثلا رو 35% میذارم. این 35% واقعا گزینه خوبیه، یعنی عدد درستیه و خوبه تصویری که به ما میده. با بقیه تنظیماتش هیچ کاری نداریم، کالر مود اسپیسش و اینا رو اصلا کاری نداریم، دست نمیزنیم. آدیو ستینگ هم روی 128 کیلو بیتس باید باشه بیت ریتش و دیگه با اینا کاری نداریم. اینو نمیزنیم. اینجا میگه اگه واترمارکی میخواید اضافه کنید که ما نمیخوایم. نکست رو میزنیم. حالا میگه مسیر به من بدید و اسم فایل رو بگید که چیه. من اینجا میتونم اینو بزنم، اینجا اسم مسیر بهش بدم، اینجا براش یه اسم تعریف کنم و سیو رو بزنم. ببینید الان اینجا آورد، همه چی آماده است. اگه این گزینه رو من تیک بزنم دادم برای ساخت فایل یه فولدر درست میکنه. ببینید اینجا تو توضیحاتش ببینید گفته که توی این یه فولدر درست میکنم به این اسمی که شما زدید، به اسم 133 که من زدم یه فولدر درست میکنم و داخل اون فولدره این فایل رو ذخیره میکنه. اگر این تیک رو بردارم توی همین فولدری که الان هست این فایل رو ایجاد میکنه، دیگه به نام این فایل فولدر ایجاد نمیکنه. پست پروداکشن آپشنی که برای پست پروداکشنش داره چیه؟ اینجا گفته شو پروداکشن ریزالت، میگه که نشون بده که چی کار کردم، خروجی از نتایج بهم بده، نمایششون بده. و این یکی میگه که پلی ویدیو افتر پروداکشن بیفور آپلود، میگه قبل از اینکه آپلودش بکنیم این ویدیو رو یه بار برای من پخشش کن بعد از اینکه رندر گرفته شد تا من ببینم. من خودم اینو برمی‌دارم تیکش ها، شما میتونید بذارید، میتونید بردارید، سلیقه‌ایه. این شو پروداکشن ریزالت هم باز همینطور میتونید بردارید، میتونید بذارید، ولی خب باشه بهتره چون مطلع میشید که الان این ویدیو تموم شده رندرش. اگه نباشه دوباره برمیگرده رو هم پنجره و شما ممکن نفهمید اصلا رندرش تموم شده یا نشده. به خاطر من این تیکو میزنم که باشه. و در نهایت اینجا شما فینیشو میزنید. فینیشو که بزنید شروع میکنه به رندر گرفتن و این پنجره‌ای که میبینید اینجا آموزش کم تا زیاد دیدید که خیلی سخت نیست، خیلی کاربردیه و خیلی کارا باش میتونید بکنید. و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.